شمایی که انقلاب کردی، تفاوت حضرت آقا و حضرت والا رو به من توضیح بده. 2 کلمه مقام و عظمای ولایت و شاهنشاه آریامهر رو واسه من تعریف کن. معنی عبارت جانم فدای رهبر و جان نثار و خلاصه واسه من تعریف کن. 2 کلمه بیت و کاخ چه فرقی با هم دیگه دارن؟ تفاوت 2 گروه عاشق ولایت و فدوی رو تو چند خط فقط به من توضیح بده. بنیاد پهلوی و بنیاد علوی چه فرقی با هم دیگه کردن؟ تفاوت رأی ملوکانه با حکم حکومتی تو چیه؟ فرق شاهرود با امامرود رو به من بگو. بندر امام با بندرشاه چه فرقی کرده؟ اصلا فرق عمامه با تاج چیه؟ یه بار از یکی پرسیدم واسه چه انقلاب کردیم؟ گفت واسه اسلام. واسه اسلام. گفتم مگه اون زمان نماز نمیخوندی؟ مگه مسجد نمیرفتی؟ مگه مکه نمیرفتی؟ مگه محرم تکیه و دسته نبود؟ مگه زنت حجاب نداشت؟ مگه نزول بد نبود؟ مگه ناموس محلتون حرمت نداشت؟ مگه صدای اذان از رادیو پخش نمیشد؟ گفت چرا میشد؟ گفتم خب چه تغییری ایجاد کردیم؟ یکم فکر کرد، هیچی نه. گفتم ولی امروز بچت نماز نمیخونه، از حج متنفر شده، از اسلام بدش میاد، از حجاب فراریه، از چشم هیز و نامرد مردای کشورت تو خفقانه. نزول که بیداد میکنه. بانکای اسلامیتون رو ببین، چقدر بهت نشون بدم دخترای فاحشه انقلابی رو. مسجد خالی و پارتی های شبونه خیلی بدتر از اون چیزی که شما فکرشو میکنی. شاه غارت کرد. چقدر خورد، چقدر برد، با کدوم سند تو این 40 سال، تو این ایام شکوهمند انقلابتون چقدر از پول من و تو جیب این آقازاده ها رفت. اسلام اومد ولی از نوع جدیدش اومد، همون چیزی که اینا میخواستن. سوغات انقلاب شما واسه ما فقط ذلت بود، فلاکت، دشمنی با کل دنیا، اعتیاد و فساد و فحشا که نگم برات. اونا مذهب و اختراع کردن که مردم به جای اعتراض دعا کنن. مذهب برای عوام حقیقته، واسه خردمندا دروغه، واسه حاکمان مفیده.